هیچ جای ناامیدی نیست. بارها گفتم، باز هم میگم، کلید بخشش به دست هیچ کس نیست، به دست هیچ ثروتمندی، به دست هیچ حاکمی، به دست هیچ پادشاهی، به دست هیچ عالم و دعوتگری نیست. کلید به دست الله تبارک و تعالی است. کسی حق نداره از پیشش قاضی بشه بعد بندگان خدا را به جهنم سوق بده و انسانها را جهنمی و مهر جهنمی بودن را به پیشانی انسانها بکنه. نه خیر، این کلید به دست الله تبارک و تعالی است. کلید بهشت خودش باز میکنه به طرف بندگانش. کلید مغفرت به دست ما نیست. آهای جوان بخشیده نمیشوی، آهای فلان بخشیده نمیشوی، خیلی گناه کردی، تو چه کاره ای و من چه کاره ام. او ارتباط برقرار میکنه با خدا، نه با من. او کنه میگه جناب فلانی گناه کردم مرا بیامرز. پیش رب من میره، رب من که منم و تو هم خیلی نیازمند رب خود هستی. از تو نمیخوای که مر بیامرز که باز رو مهر جهنمی بکنی و مهر جهنمی بودن بزنی به پیشانیش، تو بخشیده نمیشه. آهای اهل جهنم، آهای کسانی که بخشید، العیاذ بالله من ذلک. این کلید دست خداست و تا زمانی که بندگان و جوانان عزیز ما بخواهند بازگردن، دروازه بازه. من به گناهکارا خطاب میکنم، اونهایی که حتی گناهکارن و فکر میکنن همه دروازه ها بسته شده. برای گناهکارا میگویم طرف تو خداست، ارحم الراحمین، از پدر و مادر مهربانتر، با کرمتر. طرف تو ذاتی که حب انتقام داشته باشه نیست. طرف تو خدایی است که از پدر و مادر و دوست و قریب و آشنایی که تو فکر میکنی مهربانتر است. طرف خدا رو بشناس. اون طرف تو که خداست در انتظاری بازگشت توست. خدا انتظار در برابر انسانهایی که گناه کردند. خدا انتظاری میکشد. او انسان گناه میکنه و معصیت میکنه، الله تبارک و تعالی انتظاری میکشد. بیا این دروازه باز به سوی تو. و این آیات قرآنی است برای گناهکارا. حتی الله رب العزت میفرماید قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بگو ای بندگان من، ای پیامبر بگو که الله میگه ای بندگان من. نسبت بندگان را به سوی خود کرده الله تبارک و تعالی. وقتی یک انسان نسبت کسی به سوی خود میکند که خیلی از خودیش باشد، با او صمیمی باشد، با او خودمان باشد، با او میگیم تو از خود ما هستی. اینجا الله رب العزت گروه نسبت به خود کرده. یا عبادی، ای بندگان من. الله میگه ای الله، این بندگان تو کیا هستن که نسبت اینها رو به سوی خود کردی؟ الذين اسرفوا على انفسهم، اونهایی که به نفس خود اسراف کردن، در دریایی از گناه و معصیت غرقن. اونا بندگان منن، اونا بندگان منن. الله تبارک و تعالی میگه. بعد به اونها چی میگه؟ نسبت اونها رو داد به سوی خودش الله تبارک و تعالی. بعد میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت رب العزت ناامید نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله همه گناه ها را میامرزد. تو فقط دست بالا بکن، بگو استغفر الله، که الله تبارک و تعالی قلم عفو بکشه بر گناهان تو. انه هو الغفور الرحیم. خدا خیلی بخشنده و مهربانه. خدا خودش را تعریف میکند برای گناهکارا، برای اونهایی که مجرمن، حس میکنن روسیا شدن. الله تبارک و تعالی خود را با مجرمین معرفی میکند. ای مجرمین، خدای شما هستم در کمال مهربانی. طرف مجرمم خداست، انسان نیست.
که کلید به دستش باشه به او بگیم دیگه بخشیده نمیشه. طرف او هم خداست. اون خدا تنها برای عابدین و زاهدین و متقی و پرهیزگاران نیست، اون خدا برای گناهکاران هم هست. گناهکارم وقت بازگردد به سوی همون خدای باز میگردد که متقی میگه استغفرالله. اون خدا خدای همه هست. اون دروازه خدا به سوی همه بازه، به سوی یک قشر خاص باز نیست. تنها خدا از علما نیست، از دعوتگران نیست، از خطبا نیست، از جوانان هم هست، از زنها هم هست، از پدران هم هست، از همه هست. خدا خدای جهانه در کمال عفو و بخشش و مهربانی.